بعد از ولادت چی تغییرات به وجود می آید و چی باید کرد؟ اکثر خانم‌ها بعد از ولادت سویه شکر خونشان به حالت طبیعی برمیگرده، اما در 50% واقعات خطر دیابت نوع 2 موجود است. بنابراین تست شکر خون بعد از ولادت مهم است. کنترل شکر خون در زمان حاملگی، در وقت ولادت و بعد از او متفاوت است. به طور مثال در زمان ولادت شکر خون 1 الی 2 ساعت باید چک شود و در صورت ضرورت از طریق ورید انسولین تطبیق میشه. بعد از ولادت وضعیت شکر خون کاملا تغییر میکنه، به خاطر که هورمونایی که باعث ایجاد مقاومت به مقابل انسولین میشه و کم میشه، بنابراین ضرورت به انسولین به طور ناگهانی کاهش پیدا میکنه و البته ارتباط داره به نوع دیابت. مثلا در دیابت حاملگی انسولین باید قطع شود، اما در دیابت نوع 1 و نوع 2 انسولین ادامه داده میشه اما مقدارش کم میشه، یعنی تقریبا 30 الی 50% از مقدار دوایی که در جریان حاملگی میگرفت او باید کم شود. شکر خون در حالت ناشتا و قبل و بعد از غذا باید چک شود که در حالت ناشتا باید بین 80 و 130 میلی گرم در هر دسیلیتر باشه و بعد از غذا در حدود 180. و به خاطر که در زمان شیردهی شکر خون اکثرا پایان میشه و خطر هایپوگلایسیمی یا پایان آمدن شکر خون بیشتر می باشه. در بسیاری موارد صرف ضرورت میشه که از طریق دهن دوای خوراکی مثلا میتفورمین بره مریض توصیه شود. اگر در دوران حاملگی دچار دیابت حاملگی بوده اید، بعد از ولادت هم باید چند نکته مهم را بدانید. باید 6 تا 12 هفته بعد از ولادت شکر خون آزمایش شود. خانمی که جستشنل دیابت یا شکر حاملگی داره بعد از ولادت به یک تست ضرورت داره که به نام اورال گلوکوز تولرانس تست یا تست تحمل گلوکوز خوراکی یاد میشه. اول سوی شکر خون در حالت ناشتا چک میشه، بعداً به خانم یک مایع یا سلوشنی که حاوی 75 گرم گلوکوز است داده میشه. بعد از 1 ساعت شکر خونش تعیین میشه و همچنان بعد از 2 ساعت. اگر شکر ناشتا کمتر از 100 میلی گرم در هر دسیلیتر و 2 ساعت بعد کمتر از 140 میلی گرم در هر دسیلیتر باشه، خانم مشکل نداره، تست نرمال است. بین 140 تا 190 خانم پری دیابت است، یعنی خطر از این وجود داره که در آینده مبتلا به شکر نوع 2 شود. اگر شکر ناشتا 126 یا اضافه تر از او باشه و یا 2 ساعت بعد 200 و یا اضافه تر از او باشه، به این معنی است که خانم مصاب دیابت است. اگر تست نرمال بود باید هر 1 الی 3 سال بعد دوباره تکرار شود. اگر دکتر برایتان انسولین تجویز کند، دانستن روش درست تطبیق یا زرق انسولین بسیار مهم است. محل زرق شکم یا بطن است که بهترین محل است و همچنان می شود در بازو، ران و باسن تطبیق کرد. انسولین معمولا زیر جلد زرق می شود، نه داخل عضله. قبل از زرق همیشه دستایتان را بشویید، محل زرق را هر بار تغییر دهید، سوزن را به زاویه مناسب داخل کنید و بعد از زرق محل را مساژ ندهید. انسولین باید در یخچال نگهداری شود اما یخ نزند. انسولین باز شده را می توان در دمای اتاق نگه داشت اما برای یک مدت کوتاه. بعد از زرق انسولین حتما غذا بخورید تا قند خون خیلی پایین نیاید. شیر دادن به نوزاد بسیار مفید است. شیردهی کمک میکنه شکر خون مادر بهتر تنظیم شود و خطر دیابت کمتر شود. فعالیت بدنی مخصوصاً پیاده‌روی روزانه حتی 30 دقیقه کمک میکنه خطر شکر در آینده کاهش پیدا کنه.
حتی اگر شکر شما نرمال باشد، رژیم غذایی سالم را ادامه دهید. برای همه مریضان که دیابت دارند، به ویژه خانم‌های مبتلا به دیابت حاملگی، دانستن علائم دو حالت خطرناک بسیار مهم است. یکی زمان است که شکر خون بیش از حد بالا میره و دیگر زمان است که شکر خون بیش از حد پایان میه. وقتی شکر خون خیلی بالا شود، ممکن است این علائم ظاهر شود: تشنگی زیاد، ادرار زیاد، خستگی شدید، دلبدی و استفراغ، نفس کشیدن سریع و بوی میوه از دهان. در این حالت باید فوراً به مرکز صحی مراجعه شود. اما وقتی شکر خون خیلی پایین بیاید، کمتر از 70، علائم معمولاً ناگهانی شروع می شود، مانند لرزش دستها، عرق سرد، گرسنگی شدید، تپش قلب، سرگیچه و گیچی. باید فوراً یک ماده شیرین مثلا آب میوه، عسل مصرف شود. به یاد داشته باشید شکر خیلی بالا خطرناک است و نیاز به مراجعه به دکتر دارد. شکر خیلی پایین نیز خطرناک است، اما با خوردن شیرینی فوری می توان آن را کنترل کرد. دانستن این علائم می تواند از مشکلات جدی جلوگیری کند و حتی جان مریض را نجات دهد. خانم هایی که دیابت حاملگی داشتند بیشتر در خطر دیابت نوع 2 هستند و توجه در حاملگی های بعدی ضرور است. در حاملگی های آینده احتمال تکرار دیابت حاملگی وجود دارد، بنابراین باید زودتر به دکتر مراجعه کنید. یادمان باشد دیابت حاملگی بعد از ولادت تمام می شود، اما خطر آینده باقی می ماند. با رژیم سالم، ورزش و پیگیری می توان از دیابت جلوگیری کرد. اگر این معلومات مفید بود، با دیگر مادران شریک بسازید.